خاندان و خویش و تبار و دخترانش به پیامبر بسیار کمک میرسانید. خدیجه یاری میرساند به همه کارهای پیامبر، درود خدا بر او و به آلش، و پیامبر نیز او را همسری سعادتمند میدانست. خداوند نزد پیامبر اسلام درود خدا بر او و به آلش به واسطه ملائک جبرائیل سوره ضحی را فرستاد. به نام خدای بخشاینده مهربان. سوگند به وقت چاشت و سوگند و شب چون بپوشد با تاریکی خود اطراف را که پروردگارت تو را ترک نکرده و دشمن هم نگرفته است. البته آخرت برای تو بهتر از دنیاست و هر آینه به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خوشنود شوی. آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ آیا تو را گم گشته نیافت و هدایتت کرد؟ آیا تو را درویش نیافت و توانگرت گردانید؟ پس یتیم را میازار و گدا را مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو نما.